داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان پولس پیرو مسیح بود. یکیش از کلیسای اولیه رهبران فردی به نام استیفان است. آیی جوانین آوازه داشت و پر از روح القدس و حکمت است. استیفان باز این معجزاتی انجام داد و گو پشتکار دلیل و برهان آورد که انسانان باید به عیسی ایمان بیارند. روز هنگامی که استیفان مشغول تعلیم درباره عیسی است، بعضی یهودیان که به عیسی ایمان نداشتش شروع به بحث و جنگ با استیفان کردند. آوان باز خشمگین بودند و به رهبران مذهبی نزد درباره استیفان دروغ گشتش. آوان یه رگش گو که اما اشکتگن که درباره موسی و خدا سخن بد و ناپسندشید. پس رهبران دینی استیفان را دستگیرش کرد و آیره به نزد کاهن اعظم و آدگه یهودیانی رهبران برتش و برادن باز این شهادت که دروغ گتن پرایی زد داداتش. کاهن اعظم شه استیفان پرسید آیا یه حقیقت دارند؟ استیفان براوان یادآوری کرد که خدا باز این کارش ابراهیم زمان تا عیسی دوران انجام داده و چون خدایی کم بارها نااطاعتی کردند و بعد براوان گوشت شما ای قوم گناهکار که همیشه روح القدس را رد کنید، درست همه را که شما پسان خدا را رد کردند و آی انبیا را کشتش، اما شما شاوان بدتر این کار انجام داده بود. شما مسیح موعود را کشتید. هنگامی که رهبران مذهبی یه خبر نوشکتش باز خشمگین بودند و وتی دستا به وتی گوشنی سرا هشتش و استیفان را به بیرون بردند و آی را سنگسارش کرد تا مرید. استیفان در هنگام مرد فریاد زد ای عیسی نیروها قبول کن. اما وقتا به زانو درآد و شدوارک فریاد زد ای سرور یه گناه را پریشانی حساب میار و بعد وتی جانا تسلیم کرد. سولوس جوانی مردین زاگی هتد که کسانی که استیفان را کشتند آوانی پوچان ساتد. آب عیسی ایمان نداشت و پری خاطر ایمانداران را باز اذیت کرد. آب اورشلیم تاها شیگس براگس شد تا مردین زاگ و جنین زاگان به زندان تاها پرینید. کاهن اعظم به سولوس اجازه دادد که به شهر دمشق رفت و مسیحیان را دستگیر کرد و آوان را به اورشلیم برگردانید. هنگامی که سولوس به دمشقی راه تاها شد، یک درخشان نورش آسمان به رای دیما یاد و آیی اطراف گفت و سولوس به زمین سرا کبد. سولوس تباری اشکت که گوشت ای سولوس هچی و به من ظلم بکنه. سولوس پرسید سرورم تکه هسته. عیسی برای جواب داد من عیسی هستم که به من آزار رسانه. هنگامی که سولوس شوتی جاها استاد نتواند گندید. آی دوست آی را به طرف دمشق راهنماییش کو. سولوس تا 3 روز تا هیچی نبرد. در شهر دمشق شاگردی به نام حنانیا زندگی کرد. خدا برای امر کرد به کسی که سولوس برای تاحت برا وتی دستان برای سرابل تشدوارک توانیب گندید. اما حنانیا گوشت سرورم من اشکته کن که یه مرد ایماندارن اذیت کند. خدا جواب داد من آی را انتخاب کردگان تامنی ناما به یهودیان و دیگه قومان اعلان کند. آی را تامنی نام خاطر باز اذیت کنند. و بعد حنانیا به سولوس گسا شد و وتی دستان برای سرا هشت و گوشت اما عیسی که به راه تاها به تا ظاهر بوده نادیم داتا تا تا وتی بینایی به دست بیاره و روح القدس پر بیه. سولوس همان لحظه تاها تواند که گندید و حنانیا آی را تعمید داد و بعد سولوس قضا آورد و قدرتی برگشت. سولوس فوری شروع به وعظ درباره عیسی په یهودیان که به دمشق شهر راحتند کرد و گوشت عیسی خدای زاگند. یهودیان باز تعجب کردند که مردین زاگی که تلاش کرد ایمانداران شب این برد هنون وقت به عیسی ایمان یاورده. سولوس په یهودیان دلیل یاورد که عیسی هما مسیح موعودند. بعد چنگ که روی چه یهودیان تصمیمش گرفت که سولوس را کشند. آوان چند که نفر دیم داتش تا آیره به شهر تهاودی کنند و کشند.
اما سولوس شاوانی نیت خبر بود و آی دوست برای کمکش کرد تا آب جید. یک شب تاها آیره به سبد تاها اشتش و شهر دمشقی شهر دیوارن آیره به جاله گدیمش داد. بعد شایی که سولوس شادن جست به موعظه و درباره عیسی ادامه داد. سولوس به اورشلیم شد تا گشاگردن دیدار کرد، اما آوان شایی ترستش. آنگاه یک ایماندار به نام برنابا سولوس را به نزد رسولان برد و بریشان گشت که آ چون گدلیری به دمشقی تاها پمردمن عیسی وازکند. بعد شایید که شاگردن سولوس را به اوتی جمع تاها قبولش کرد. بعضی شاگردن که آزار و اذیت دستا اورشلیم جستند به دوری شهری به نام انطاکیه شدند و برادن درباره عیسی وازش کرد. گشتر مردم انطاکیه و یهودی نهتند، اما په اولین گشتا باز شاوان ایمانش یاورد. برنابا و سولوس براده شدند. جدیدین ایماندارانه درباره عیسی تعلیم دیند و کلیسا را تقویت کنند. در انطاکیه وقت که ایمانداران برای اولین بار لقب مسیحی را راوانش داد. یک روز هنگامی که انطاکیه مسیحیان در دعا و روی چگتن روح القدس برایشان امر کرد برنابا و سولوس را پمن جتا کند تا کاری را که یشانا من پرا کارا انتخاب کرتتون انجام دهند. آنگاه کلیسای انطاکیه و برنابا و سولوس دعا کرد و وقتی دستان پراوانی سرا هشتند و بعد آوان را دیمش داد و خبر خوش درباره عیسی را به دیگه جهان دهند. برنابا و پولس و بازی مردمان به شدگه کمانتان تعلیمش داد و بازی شاوان به عیسی ایمانش یاورد. داستانی برگرفته کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان فصل 6 آیه 8، فصل 8 آیه 3، فصل 9 آیات 1 تا 25.